الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که آیا مسلمان می تواند که به کفار سلام بدهد؟ بارک الله فیکم. البته برای مسلمان جایز نیست که به کفار سلام بدهد. سلام دادن به این معنا که السلام علیکم بگوید یا که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامی که شعار اهل اسلام است. السلام علیکم به گفتن به کفار و به مشرکین و به مرتدین جایز نیست. اما بخصوص یهود و نصارا، بخصوص به یهود و نصارا که امروز معروف است خریستیان ها، به اینها سلام دادن جایز نیست و حرام است. بارک الله فیکم. چلی که در این مسئله حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. در حدیث سه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ای اهل اسلام، یهود و نصارا را با سلام شما شروع نکنید. یعنی وقتی که شما یهود و نصارا را میبینید، به اونها روبرو میشوید و غیر و ذلک، شما سر اول شده اول شما السلام علیکم نگویید. و این نهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس هیچ کسی حق ندارد که به کافر السلام علیکم بگوید. اما اگر کافر به شما السلام علیکم گوید، بعضی از علما جواب دادن به کافر را جایز دانستند. یعنی وقتی که کافر به شما السلام علیکم میگوید و علیکم سلام گفتن جایز است گفتن. لیکن قول راجح همین است که والله اعلم و علیکم میگید، خیلی که علما این مسئله را ذکر کردند. اما سلام هایی که سلام های قومی باشد، بمانندی زبانی مثلا روسی پریویت گفتن یا که здравствуйте گفتن یا که این چنین سلام ها که هر یک ملت و هر یک قوم دارد، این چنین سلام هایی که از سلام و شعار اسلام نیست، اینا گفتن در اول جایز است. مثلا یک کافر دیدید بناگاهی مثلا همسایه شما بود و غیر و غیره، здравствуйте گفتید یا که پریویت گفتید، در این حالت سلام های قوم خودشون جایز میدانند. اما بهتر و افضلش همین است که همچنین سلام قومی را هم اول شده شما ندهید. وقتی که اونها به شما گفتن مثل خودشان جواب میدید. بارک الله فیکم. و این به حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی که به شما ذکر کردیم ثابت شده است.